سلام بچه‌ها، من غلام هستم. اومدیم سراغ این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم حدس ما با رفیقم حسام مابا رو حدس بزنیم که ببینیم کدوم توی چند تا سوال ببینیم میتونه حدس بزنه یا نه. بچه‌ها زیر پای خودمون اگه سوالمون رو پرسیدیم کلا زیر پای خودمون رو حدس میزنیم. مثلا حسام ما به منو حدس میزنه، یعنی من ما به خودم رو حدس میزنم چون حسام ما به منو گذاشته بالای سر منم ما به حسام گذاشتم بالای سر خودش. من اگه ما به خودم حدس بزنم حسام باید خودشو بندازه پایین. هر کی بره پایین یا اگه مثلا زیر پاش خالی بشه با هر چند تا سوالی که پرسید کلا حذف میشه و اون یکی برنده است. بچه‌ها این ویدیو امتیازی نیست و بریم سراغ ویدیو. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها اومدیم سراغ ویدیو. حسام بله. بذار من این تختمو حسام تخت تو 2 تا بلاک بذار اونورتر که اون 4x4 مال خودته. خب اوکی؟ نه یه بلاک بردار. خب بعد بغلش 2 تا بغل 4x4 که زیر پاته 2 تا بلاک بذار. 2 بلاک دیگه زیر پات هم پر کن. خالیه زیر پات. بابا حسام بذار خودم میام. حسام تختو بذار اینجا. بیا خودم برات گذاشتم. گوربا آقا فکر کنم حسام این ما گذاشته بود برا من. بچه‌ها ولش کنیم، بذار حسام مامش عوض کنه. اول ببینیم حسام مامشو چی میذاره. بچه‌ها یه دقیقه حسام ما تو بذار سری. بچه‌ها حسام فکر کنم سوتی داد، یه دونه گربه از اون بالا زد بیرون. گذاشتی؟ خب حسام اول من بپرسم یا تو؟ خودم. این ما پاستایله؟ یعنی وحشیه؟ نه. خب حیوان نیست. نه. یعنی چه حیوان نیست؟ حیوان نیست دیگه. آها خب تو بپرس. خب بالا سر من حیوانه؟ بله. خب من سوالمو بپرسم. زیر پا رو راستی باید بکنیم. من یکی زیر پامو تو هم یکی زیر پا تو. بکن یه دونه بکن. حسام از زیر پای خودت نه، از بلاک‌های 4x4 از این گوشه. از این گوشه آره اون بلاک‌ها بذار. از گوشه خب حسام بپرسم. این ماب توی ندره؟ نه. وای. خب حسام بپرس. این ماب این حیوان حیوانه توی جنگل یا صحرا؟ نمیتونم اینطوری بگم، باید سوال بپرسی آره یا نه. حیوانه اهلیه؟ آره. مال تو حیوانه من اهلیه؟ مال تو حیوان نیست بابا. اهلیه یا نه؟ نه بابا وحشی میزن. وحشیه؟ خب اون مابه. خب حسام بپرس. بذار من اینو بکنم. حسام تو هم بکن. خب حسام بپرس. ما به بالای سر من میشه بهش غذا بدی؟ آره. ما به بالای سر من تیرکمون دستشه؟ نه. وای بکن حسام بکن. حسام اگه شبه بگی بخواب. نه. خب حسام بپرسم. این ما توی انده؟ حسام بخواب. بازم نمیشه خوابی. منم خوابیدم. بچه‌ها ببینیم چی میشه. غلام خوابش نمیاد. خب بچه‌ها صبح شد. بچه‌ها اول از همه من این نور گوشیمو با اجازه زیاد کنم. خب بچه‌ها حالا حسام اول کی باید بپرسه؟ خودم. نه من که پرسیدم، تو باید بپرسی. نه به بالای سر من
گندم. اینطوری نمیشه. دونه. آره یا نه؟ دونه آره میخره؟ آره. بگم؟ نه دیگه بعدی بگی. خب. ولی فکر کنم فهمیدی. خب زیر. اسام بله. زیر بابامو بکنم اینا؟ نه آره بکن. اسام بله. ما میخوام همینطوری حدس بزنم. من اول با یه سوال میخوام اینو حدس بزنم. من میگم که این ماب توی اوورورلد پیدا میشه و خودش یه دونه سمی میزنه که ویچه. درسته؟ درسته. بچه ببینیم ویچه. بله. اصلا ویچو ناموسان چی جوری جا کردین تو؟ حالا اینطوری کردمش تو قشنگ. اینطوری نه؟ بله بچه حسام بیا ماب تو ببین. ماب تو ببین. بگو دیگه. معلومه چیکنه دیگه. بله. چی؟ بذار بکشمش. بله بچه بذار منم برم بیسو. بذار من ویچو بزنم. تخمه. ای. بیا تخمه. حسام ویچو زدم شکر داد. بیا تخمه رو میخوری؟ نه. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی لایک کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.